این آلمانیا کلا عادت دارن همه چیزو بیش از حد پیچیدش میکنن. الان این ریموت آیدی 4 یه دونه از این دکمه میبینید بغلش، اینو که میزنی سویچش در نمیاد، جا کلیدی میشه تازه. بعد باید اینو نگه داری. آره بعد این شکلی حالا بزنیش جا. خدا تومنم پولشه. دوباره باید اینو فشار بدی. اینا رو ولش کن. اینو ببین نور بالاش اینجوری نیست، اینجوریه. بعد چاش خالیه، این لمسیه. حالا اینا رو ولش کن. الان برات کولر گرفتم، پیاده میشم خاموش میشه. بیا گرما میمیری الان. کولرش خاموش. حالا جدای از شوخی، با تنها چیزیش که کنار نمیام تاچ بودن این دکمه‌های اینجاست. الان تو چرا پیاده شدی این خاموش شد همه چیزش؟ بعد بشینم خنکت شه. یعنی چی؟ روشن شد. یعنی باید صد طرف راننده نشسته باشه که داداش من نباشم از گرما میمیری، به مقصد نمیرسی.